درود بر شما. حدود 20 روز از انتشار اولیه اپلیکیشن ووپی میگذره و در این مدت شما سوالاتی رو مطرح کردید در مورد این اپلیکیشن و مجموعه ووپی که من تصمیم گرفتم با ساخت این ویدئو به اون پرسش ها پاسخ بدم. اولین پرسش پرتکرار این بوده که این اپلیکیشن برای چه کسانی مناسب هست؟ پاسخ به این سوال یه مقدار توضیح لازم داره، چون برای گروه‌های مختلفی از افراد مناسب هست که من اونها رو توضیح میدم. اولین گروه کودکان فارسی زبان که مقیم کشورهای خودشون هستن، یعنی ایران، تاجیکستان و افغانستان، در سن 4 تا 7 سالگی به عنوان یک ابزار کمک آموزشی و خب در سنین پایین‌تر مثل 4 سالگی و 5 سالگی به عنوان یک سرگرمی هدفمند آموزشی براشون قابل استفاده خواهد بود و نتایج خیلی جالب توجهی رو از اون خواهند گرفت. گروه دوم باز هم فارسی زبانان همون مقیم کشور خودشون هستند که در سنین بالاتر از 7 سالگی، بالاتر از کلاس اول قرار دارند، اما بنا به هر دلیلی مهارت خواندنشون به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده و با مشکلاتی مواجه هستند که اغلب اینها در کلاس دوم مدرسه هستند که به دردشون خواهد خورد و میتونن از این اپلیکیشن استفاده بکنن و مشکلات اساسی خواندن خودشون رو برطرف میکنن. گروه سوم فارسی زبانان مقیم خارج از کشورهای خودشون هستند، کودکان و نوجوانان فارسی زبانی که در خارج از کشورهای خودشون مقیم هستند و تحت آموزش‌های رسمی زبان فارسی قرار نگرفتن و نخواهند گرفت. اینها هم میتونن از این اپلیکیشن استفاده بکنن و به راحتی خواندن و نوشتن فارسی رو فرا بگیرن. اما گروه بعدی کسانی هستند که با اختلالات یادگیری مواجه هستند و البته اونها باید تحت نظر متخصص درمانگر از این وسیله، همونطور که از وسایل مختلفی استفاده خواهند کرد، میتونن از این برنامه هم استفاده کنن برای رفع اختلال یادگیری در زمینه خواندن که به دیسلکسی معروف هست. و گروه دیگه بزرگسالانی هستند که بزرگسالان فارسی زبانی که بنا به هر دلیلی خواندن و نوشتن رو یاد نگرفتن، یا کم سواد هستن یا بی سواد هستن. اونها هم به سادگی هرچه تمامتر با در اختیار داشتن یک گوشی ساده میتونن در هر جایی، در سفر، در حتی سر کار، در اوقات استراحتشون سر کار، میتونن به یادگیری خواندن فارسی بپردازن بدون معلم و به راحتی هرچه تمامتر. و گروه آخر هم غیر فارسی زبانانی هستند که حالا در سنین مختلف قصد دارن به هر دلیلی زبان فارسی رو یاد بگیرند، به خصوص دانشجویان زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های مختلفی که در دنیا برای این موضوع وجود داره. پرسش دیگه این بوده که چطور میتونیم این اپلیکیشن رو تهیه بکنیم. اپلیکیشن ووپی با نام واژه‌ساز مقدماتی ووپی در حال حاضر در فروشگاه کافه بازار ایران منتشر شده برای دستگاه‌های اندرویدی و کافیه که در کافه بازار سرچ بکنید ووپی، فقط همین ووپی رو سرچ بکنید، به راحتی میتونید اون رو پیدا بکنید و به طور رایگان دانلود بکنید، نصبش بکنید، تا 3 مرحله استفاده کنید و اگر خوشتون آمد و به نظرتون مفید بود، اون وقت اقدام به خریداری نسخه کاملش بکنید. اما برای کسانی که به هر دلیلی مایل نیستن از فروشگاه ایرانی خرید بکنن این محصول رو، 2 راه وجود داره. یکی این که قدری تحمل بفرمن تا این محصول در فروشگاه گوگل پلی منتشر بشه و از اونجا خریدشون رو انجام بدن، و یا اینکه با شماره واتساپی که اینجا نوشته شده
در تماس باشن که ما فایل محصول رو براشون به شکل مستقیم ارسال بکنیم و البته در همونجا راجع به مسائل مالی و نحوه تبادل مالی هم گفتگو خواهیم کرد. این برای سیستم عامل اندروید. اما برای سیستم عامل iOS هم نوشته شده این برنامه، اما درگیر مشکلات خاص مربوط به کشور ایران هستیم و فعلا به خاطر اینکه همین تحریم ها و قضایای مختلف مربوط به اون قدری زمان بر خواهد بود تا اینکه بشه در فروشگاه اپ استور هم منتشر بشه و دارندگان گوشی آیفون یا دستگاه های آیپد هم بتونن از این برنامه بهره ببرن. امیدواریم کمتر از 1 ماه این جریان به نتیجه برسه و این محصول در فروشگاه اپ استور هم منتشر بشه. اما پرسش پرتکرار دیگه این بوده که چه کمکی میتونیم بکنیم به انتشار این محصول و این پروژه. بعد از اونجایی که خب ما فارسی زبان ها به هر حال علاقمند هستیم که ضمن اینکه خب به هر حال خودمون باید به طور معمول یاد بگیریم، فرزندانمون یاد بگیرن و از این زبان برای ارتباط استفاده بکنن، دوست داریم که سایر ملت‌های دنیا هم با فرهنگ ما، فرهنگ فارسی آشنا بشن و با گنجینه‌های بزرگی که در این فرهنگ وجود داره، با آثار بزرگ و پر اهمیتی که و زیبایی که آثار زیبایی که در این فرهنگ وجود داره آشنا بشن و از اون حظ و بهره ببرن. و طبیعی که خب به این فکر باشیم که چطور میشه کمک کرد به این جریان. یک کمک خیلی ساده و در دسترس و فوری این هست که ما همین ویدیوها و ویدیوهای قبلی، پست ها، استوری ها، چیزهایی که در این مورد منتشر میشه توسط بنده و شبکه مجازی، صفحات مجازی ووپی، اینها رو کمک بکنیم به انتشارش به طرقی مختلفی که مرسوم هست و میدونیم و بلد هستیم. و یکی از مهمترین اون روش ها این هست که خودمون نظر و ایده خودمون رو در این خصوص بیان بکنیم. زمانی که متوجه شدیم این واقعا یک جریان مثبت برای فرهنگ فارسی هست، خودمون با زبان خودمون، با ویدئویی که خودمون تهیه می‌کنیم اون رو معرفی بکنیم که البته تاثیرگذاریش خیلی بیشتر خواهد بود برای دوستان و آشنایان و بستگانمون. اما از اونجایی که یک پروژه هست، به هر حال پروژه بزرگ فرهنگی هست که از جهات مختلف دارای اهمیت هست، از جمله از جهت بکر بودنش در تاریخ فرهنگ فارسی چنین چیزی کاملا بدیع هست، اینکه ابزاری وجود داشته باشه، به وجود بیاد، خلق بشه که یک نوع آموز رو از نقطه صفر یادگیری خواندن و نوشتن به جایی برسونه که خودش مستقلاً بتونه بقیه راه رو پیش بره. این ویژگی مهم این مجموعه اپلیکیشن ها هست که بدون معلم و کاملا خودآموز و بازیگونه نوآموز رو پیش میبره تا اینکه اون اهداف آموزشی رو خودش بهشون برسه، نه اینکه معلم و یا راهنمایی در کنارش ضرورتاً وجود داشته باشه. و بعد از اون هم خب به جایی رسیده که از اونجا به بعد دیگه خودش میتونه کتاب دستش بگیره و به راحتی کتاب رو بخونه، کتاب زبان فارسی رو بخونه و متن‌های فارسی رو بخونه و مفاهیمش رو درک بکنه و پیش بره. ضمناً از اونجایی که به زعم بنده این یک پروژه فرهنگی آموزشی ماندگار هست و برای دهه‌ها باقی خواهد موند، این امکان رو در نظر گرفتیم که اگر دوستانی مایل باشن با نام خودشون حمایتی انجام بدن، حمایت مالی از این پروژه انجام بدن، نامشون هم در صفحه‌ای که مربوط به حامیان این پروژه هست درج بشه. و البته برای مؤسسات و شرکت‌هایی که بخوان حمایتی از این پروژه داشته باشن، این امکان هست که لوگو و لینک ارتباطیشون در خود اپلیکیشن ها بیاد و هر کسی که وارد اپلیکیشن بشه بدونه که این مؤسسه
یا این شرکت از این پروژه فرهنگی حمایت مالی کرده. این پرسش هایی بود که در این مدتی که از انتشار اولیه اپلیکیشن ووپی میگذره تا الان مطرح شده بود از طرف شما و من تلاش کردم در این ویدیو به اونها پاسخ بدم و امیدوارم اگر در آیندهم پرسش هایی به همین ترتیب باشه بتونم پاسخگوی اونها باشم. تا اون موقع دلخوش و مسرور باشید.